دوستان سلام. میگم آقا عجب حکایتی شده این حکایت نظام زبار در رفته ولایت. همه چیشون شده نمایشی، از استخون بازیشون گرفته تا انتخاباتشون تا مصوبات مجلسشون. دلواپسای ننه مرده زور زدن که با یه مصوبه دوغکی طرف حسابا رو تهدید کنن و خلاصه به همه بگن که آقا مجلس باهوش حواسش جمعه و نمیذاره زر از گلوی عظما پایین بره. اما ببینین نتیجه چی شد. با انجام تغییراتی در مجلس، طرح صیانت از حقوق هسته‌ای رقیق سازی شد. این گزارش شریعت نداری از طرح قضایی مجلس باهوش بود. حالا ببینیم نظر رئیس استبل ولایت یعنی لاریجانی چیه؟ رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این نشست ضمن تاکید بر همدلی قوای مجریه و مقننه در مذاکرات هسته‌ای حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای را ضروری خواند و گفت قطعاً تمام مسئولان باید از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت کنند. بله دیگه، دیروز رفت تو مجلس و قضیه رو ماسمالی کرد و گفت باید دست علی گدا رو باز بذاریم. حالا هم اومده میگه باید از تیم مذاکره کننده حمایت کنیم. یعنی صیانت میانت رو بللش که هوا پسه. حالا این وسط از همه مسخره تر حرفای شیخ پری بود. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 مربوط به همه اجزای نظام است گفت این کار مهم در چارچوب راهنمودهای رهبر معظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و قانون اساسی پیش رفته و خواهد رفت. آقای روحانی در ششمین نشست مشترک دولت و مجلس که به میزبانی قوه مجریه برگزار شد با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای به مرحله حساسی رسیده است گفت مذاکرات مسئله همه کشور است و امیدواریم با کمک مجلس و حمایت مردم ضمن احقاق حقوق ملت و تأمین منافع کشور به نتیجه قابل قبولی دست یابیم. مثلا قرار بودیم مصوبه کشککی یه پوست خربوزه‌ای زیر پای شیخ پری و جماعت جام زهری باشه، اما الان ظاهرا برعکس شده. سخنگوی دولت هم پس از پایان نشست مشترک دولت و مجلس گفت با شرایط ویژه‌ای که به وجود آمده مذاکره کنندگان می توانند با اطمینان بیشتری برای استیفای حقوق ملی گام بردارند. یعنی ته خط همه این جفتک پرونیا و داد و قالا این شد که دهن علی گدا واسه زهرخوری باز بشه و دهن دلواپس‌ها بسته. این حرف بنده موشکاب نیست، نه، حرف یکی از ورق‌پاره‌های حکومتیه. مصوبه‌ای نمایشی برای بستن دهان دلواپسان. خیلی ساده میتوان گفت آن چیزی که دیروز در مجلس توسط نمایندگان تحت عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای به تصویب رسیده است نکته تازه‌ای ندارد و برای دولت و وزارت خارجه محدودیتی ایجاد نمی نماید. یکی از مواردی که دلواپسان داخل و خارج مجلس به جد به دنبال آن بودند و تمایل داشتند حرف خود را به کرسی بنشانند به تصویب رساندن توافق احتمالی هسته‌ای بین ایران و غرب در مجلس بود که با توجه به مصوبه دیروز مجلس میتوان گفت تیر آنان به سنگ خورده است. بعد علی گدای فلک زده میگه ما تو بنبست نیستیم. خب اگه این بنبست نیست پس اسمش چیه؟ یه طرح مسخره هم نمیتونی تصویب کنی. این طرح صیانت هسته‌ای بود یا طرح کلاه گذاشتن سر دلواپسا؟ آخرش چی؟ بالاخره امروز نه فردا باید بری بالای منبر و سوت آخر رو بزنی. ته خط چه غلطی میخوای بکنی؟ اونو بگو. موشکاف منتظر و صحنه رو زیر نظر داره.